اولین مرکز تداوی کشنده ترین مرض در پایتخت افغانستان. این مرکز 25 بستر دارد و از این پس مریضان سرطانی در همین جا، یعنی منزل نهم شفاخانه جمهوریت در کابل، تشخیص و تداوی می شوند. میگویند ایجاد مرکز مبارزه با سرطان یکی از ابتکارات بانوی اول افغانستان است. خدمات این مرکز برای مریضان رایگان است، اما تجهیزات طبی در اینجا خیلی اندک. فعلا آلات تشخیصی نداریم، تداویش میتونیم. دکتر صاحبا هستند، آنکولوژی سعی داریم که اول باید خود سرمایه‌دارای ما را کمک کنن و دوم میخوایم که اگر شود که بعض ممالک عربی سفارتخانه سفیرها را گفتیم که چون یک میتینگ میکنیم که اینا بتونن ما را کمک چیز کنن، یاری کنن. اخیراً مریضان سرطانی در افغانستان در حال افزایش بوده است. مسئولان در این مرکز میگن که روزانه کم و زیاد حدود 100 مریض به این مرکز مراجعه میکنن. سرطان تشخیص شده که سرطان هستی. این دوره دوم است که اینجا واکسین میشن دوام میگیریم. فعلا خوب تر است، ما دوره اول که درد ما تمام شده. دوا گرفتم، یک واکسن شد، باز دیگه واکسن، یک واکسن سوم است. درد دلم به کلی گم شده. ایجاد این مرکز اولین گام حکومت برای تداوی سرطان در داخل افغانستان است. اما دوای ضد سرطان در افغانستان تا هنوز در لیست دواهای غیر مجاز است و از همین رو این دواها به گونه قاچاق وارد بازارهای افغانستان می شوند. دکتران هم مجبورند از همین دواهای قاچاقی به مریضان سرطانی تجویز کنند، زیرا به گفته دکتران به دلیل این که تا هنوز مرکز برای تداوی سرطان در افغانستان نبود و این دواها مصرف چندانی نداشت، دواهای ضد سرطان در لیست دواهای مجاز تا هنوز درج نشده است. ادویه امراض سرطانی در لیست مجاز وزارت صحت عامه قرار نداره. ما با وزیر صاحب صحت عامه در این مورد گپ زدیم و لیست ادویه سرطانی را تهیه کردیم و با ریاست فارماسی وزارت صحت عامه تسلیم کردیم که اونا کوشش دارند که ادویه سرطانی را در لیست مجاز شامل کنند و بعد از او ادویه به شکل قانونیش داخل کشور شود. فعلا ادویه میآید لیکن در لیست مجاز شامل نیست. وزارت صحت عامه افغانستان برای حل این مشکل دست به کار شده و تا حد زیاد آن را حل کرده است. ما یک لیست جدا را سرش کار کردیم که دو لیست دواهای تداوی سرطان را شامل کردیم که او را اورفن درگز میگه. دواهایی که مثلا مصرفش بسیار کم است یا دواهایی که مثلا نو ما امکانات تشخیص و تداوی امراضش را پیدا میکنیم. دیگه باز در این لیست این دواها شامل است و ما به زودترین فرصت به خیر را اعلان میکنیم. شرکت های وارداتی و کمپانی هایی که دوا را به افغانستان صادر میکنن میتونن که این دوا را به ما صادر بکنن و شرکت های مربوطه میتونن که را وارد بکنن. قابل تشبیه حکومت افغانستان در آینده برنامه‌های بزرگتر در جهت مبارزه با سرطان روی دست دارد. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه در آینده مرکز بزرگتری در کابل و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان ایجاد خواهد شد. هرچند افغانستان مریضان زیاد سرطانی دارد، با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کشورهای خارجی به افغانستان در 15 سال اخیر هیچ اقدامی برای ساختن یک مرکز تشخیص و تداوی سرطان در افغانستان صورت نگرفته بود و مرکز جدیدی که در منزل نهم شفاخانه جمهوریت به تازگی ساخته شده گفته میشه که به اثر ابتکار و تلاش‌های بانوی اول افغانستان ساخته شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.